خرسندم از اینکه در کشور دوست، برادر، همزبان، کشور تاجیکستان هستم و صمیمانه از رئیس جمهور محترم تاجیکستان، دولت محترم و مردم عزیز تاجیکستان به خاطر میزبانی و مهمان نوازی تشکر میکنم و قدردان هستم. ارتباط با کشور دوست و برادرمون تاجیکستان یک ارتباط تاریخی، تمدنی و فرهنگی است. ارتباط قلبی است.